با استقبال این جشن بوستونی یعنی نوروزی بین المللی ساکنان شرفمند جماعت شهرک 5 ناحیه 5 نیز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در یکجایگی با اهل جماعت و بانوان چیره‌دست هر یک در خانه‌های خود نخست از آماده کردن خوراک‌های ملی آغاز نمودند. مثلا اپای سایلی دست جمعونه با کلین‌ها و دخترانش یکی از خوراک‌های ملی قروتاب را آماده نمودند. سومانک که یکی از رمزهای اساسی نوروز شناخته شده است، زنان هنرمند جماعت شهرک 5 ناحیه 5 در حوله اپای موجوده یکجا گردیدگی سومانک جمع آمده شعر و سرودخوانان با تیار کردن این طعام ملی مشغول میشوند. سومانک تمام بهار می باشد. این مهنت بسیار طلب میکند. گندم شسته تازه کرده سوزانده در دیگ میدوزیم. آرد می رود، روغن ریخته میکنیم. نجوشونیم. هنر گلدوزی هم از هنرهای ملی به حساب می رود که هنرمندان با تصویرهای خود روی متا زیبایی‌های بهار و نوروز را انعکاس می نمایند. امروز جوان دختران جماعت شهرک 5 ناحیه 5 روی کت ایدونه پهلوی هم نشسته با یکدیگر شعرها در وصف بهار و نوروز زمزمه می نمایند. من بهارم آمدم بر سرزمینی تاجیکان تا ببخشم فیض خود را بر سری پیر و جوان. امروزها خیلی که به همگان معلوم است در سر تا سری کشورمان آمادگی به جشن نوروزی بین المللی رفته ایستاده است. ما ساکنان یک محله ناحیه 5 تصمیم گرفتیم که در عرفه عید بزرگ با همراهی دختران دست جمعانه یک جا جمع شویم و همه هنرهای عنعنوی که ما داریم به جوان دختران آموزیم. در ولایت ختلون قوم و ملت‌های گوناگون اقامت می‌کنند و هر یک با طرز و اسلوب خویش عنعنه‌های نوروزی را به جا می‌آورند. دلده یک نوع از خوراک‌های بهاری مردم ختلون زمین میباشد. آن را در فصل بهار بیشتر آماده می‌نمایند. ساکنان ناحیه 5 با تمام نازکی‌هایش این خوراک را آماده نمودند. بهار که مژده دهنده جشن نوروز است، با زیبایی خود یکجا با کودکان به خانه‌های ساکنان آمده نوروز را خاطرسان می‌کنند. در قسمت دیگر چورابینی اهل جماعت زنان و بانوان هنرمند محصول هنری دستی اینچنین خوراک‌های ملی را نیز به معرض گذاشتند که به صحنه حسن زیبای ضم نمود و کودکان در وصف نوروز و بهار شعرها قرائت کردند. در همین مراسم زنان و دخترانی که در تهیه و استقبال نوروز خجسته سهم گذاری نمودند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 5 قدرشناسی کرده شدند. سمندر شایف بینام شریف زاده از ناحیه 5 برای برنامه اطلاعاتی اخبار.